درود بر شما هنردوستان عزیز. در مورد پستی که دیروز گذاشتیم، استوری بود البته، در مورد استوری دیروز که جناب مرتضوی عزیز لطف کردن منو تگ کردن و منم استوریش کردم، یه سری توضیحاتی میخوام بدم چون سوالها خیلی زیاد شد. گفتم منم یه استوری پست بذارم که جواب کلی خدمت همه هنردوستان عزیز عرض کنم. اولا اینکه دوستان به سوال کرده بودید که آیا به ساز آسیب میرسه یا نه. به هیچ عنوان به ساز آسیب نمیرسه، چون سوراخی که ایجاد میشه سوراخ میلیمتری هست، خیلی کوچیکه، پس به ساز شما هیچ آسیبی نمیرسونه. دو، اگه اینطوری بود شرکت‌های معتبر هیچ وقت روی سازشون این کار نمی‌کردن. سه، سوال کرده بودید که چرا بعضی از گیتارها این جای بندو داره بعضی ها نداره. نکن دوست عزیز، گیتارهای کلاسیک و فلامنکو رو چون میشینن میزنن نیازی به بند یا استرپ ندارن، به خاطر این جای استرپ رو روش نصب نمیکنن. ولی سبک پاپ و سبک‌های دیگه که با گیتارهای سیمپلز زده میشه چون نیاز به استرپ یا بند دارن، اون جابندی رو براش میزنن یا پین بهش میزنن یا هر چی اسمشو بذارید. پس روی گیتارهای معمولاً روی گیتارهای پاپ یا هم گیتار سیمپلز باشه جابندی نصب میشه، ولی روی گیتارهای کلاسیک و فلامنکو چون میشینن میزنن جابندی نصب نمیکنن. و نکته بعدی در مورد هزینه‌اش، باز همه سوال کرده بودن هزینه‌اش چقدر میشه. هزینه‌اش چیزی نیست عزیزم، فعلا قیمتش 60,000 تومانه. اما نکته دیگه که با سوال کرده بودیم که آیا خودمون میتونیم نصب کنیم یا نه. آره میتونیم نصب کنیم، اما کار حساسیه. من شخصا توصیه نمیکنم که خودتون انجام بدین این کار، چون امکان داره به سازتون آسیب برسونید. بهتره که به یک متخصصی که اون براتون کار انجام بده. شاد و پیروز باشید. خب این یک گیتار کلاسیک هست که پایینش رو بهتون نشون میدم، جابندی نداره. و این یک گیتار سیمپلز هست که پایینش رو بهتون نشون میدم، جای بندی داره. گیتار بعدیش هم سیمپلز، اون هم این جابندی رو داره. و گیتارهای کلاسیک رو اگه بهتون نشون بدم هیچ کدومشون جابندی ندارن. پس سراغ جناب مرتضوی. به به، سلام مرتضوی عزیز. بله. خب دوستان، این گیتار الکتریک هم گفتم بهتون در محضر خود آقای مرتضوی نشون بدم. نیا کن، اینم گیتار الکتریک که انتهاش این پیمو داره. باز داستان پینه؟ آره داستان پینه. یا اینم گیتار الکتریکه، انتهاش این پینو باز داره. و چون من میخواستم که در محضر استاد باشیم، استاد شمایی سرور و سالها. خب دوستان، اینم باز یک گیتار سیمپلز دیگه هم اینجا داریم. آره اینم هم بالای پین. آره نیا کنیم دوستان، اینم از این و اینم از این. و این گیتار سیمپلز دوستان. اینا خود کمپانی میزنه دیگه. گیتار آره توضیحاتشو من دادم به دوستان. استاد من بگم عشق استاد عشق. همه شاد و پیروز باشید.